المسألة الأولى، مسألة أول تعريف الصيام وبيان أركانه. مسألة أول در بیان تعریف روزه و بیان رکنهای آن. اولا تعریف روزه. روزه در لغت، صیام در لغت، روزه به معنای بازداشتن خود از چیزی رو، این رو روزه میگویند. اما در شریعت باشد روزه الامساک عن الاکل و شرب و سایر المفطرات. میفرماید که روزه این است که شخص خود را از خوردن و نوشیدن و همه چیزهایی که روزه را میشکند با نیت از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب باز دارد. این را روزه میگویند. دوم رکنهای روزه. از تعریف این روزه، از قاعده این روزه در اصطلاح معلوم می شود که روزه دو رکن اساسی دارد. اولا بازداشتن نفس خود از خوردنی ها و نوشیدنی ها و یا چیزهایی که روزه را فاسد یا باطل میکند، از طلوع صبح صادق، صبح راستین تا نشستن آفتاب. این رکن اول از روزه است. و دلیل این رکن قول الله سبحانه و تعالی می باشد که الله می فرماید فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله در این آیه مبارکه سوره بقره آیه 187 می فرماید پس اکنون با آنها، یعنی با زنانتان هم بستر شوید، نزدیکی نمایید و آنچی را که الله برای شما نوشته است طلب کنید و بخورید و بیاشامید، بنوشید تا آن که برای شما رشته سفید از رشته سیاه روشن گردد. بعد روزه را تا شب نگاه بدارید، یعنی تا شب روزه بدارید. مقصد از رشته سفید و رشته سیاه در این آیه کریمه دمیدن صبح را میگویند تا نشستن آفتاب. این رکن اول است، بازداشتن خود از خوردنی ها، نوشیدنی ها از طلوع صبح صادق تا نشستن آفتاب. رکن اول از روزه. اما رکن دومی از روزه این نیت است، یعنی روزه داشتن با نیت عبادت الله عزوجل می باشد، با نیت عملهایی که برای عبادتند. نیت این روزه از دیگر عملها فرق می کند. با نیت ان همین نوعهای عبادت از همدیگر جدا می شوند. مثلا شخص نیت می کند که روزه رمضان یا روزه دیگر رو می‌دارد، خود نیتش، محل نیت این قلب است. و دلیل آن سخن سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم است که فرمودند انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. حقیقتا در حقیقت عملها با نیت خود شخص وابستگی دارد و برای هر کس همان است که نیت کرده است. روایت بخاری حدیث اول است و روایت مسلم تحت رقم 1907.